سلام خدمت همراهان چنل نت پلاس. امروز اومدیم به آموزش ثبت نام ایران خودرو ویژه مهر ماه 1404. حالا توی سری های بعدی هم احتمالاً ثبت نام ایران خودرو به همین روش باشه. پس ما این کار رو براتون انجام میدیم که نیازی نباشه به کافی نت مراجعه کنید و هزینه اضافه پرداخت کنید. فقط کافیه با گوشی توی دستتون وارد گوگل بشید، ثبت نام ایران خودرو رو سرچ کنید و وارد سایت ایران خودرو نشید. دوستان قبلا شما وارد سایت ایران خودرو میشید و اونجا ثبت نام میکردید، ولی الان سایتش فرق کرده. شما فقط کافیه وارد سامانه ثبت درخواست خرید اولویت بندی برخی از محصولات ایران خودرو بشید. پس شما وارد این سامانه‌ای که اینجا هست وارد میشید و روی گزینه ثبت نام میزنید. کد ملی خودتون رو وارد میکنید و مجموع این دو عدد برای کد امنیتی توی این کادر واردش میکنید. تیک متقاضی ثبت درخواست رو هم میزنید و ادامه. خب حالا اینجا ازت مشخصات شناسنامه‌ایتون رو میخواد. کافیه که این فیلدها رو پر کنید. شما نام خانوادگی، جنسیت، نام پدر، تاریخ تولدتون رو هم از اینجا میتونید وارد کنید، سالش رو، تاریخ صدور شناسنامه. دوستان دقت کنید، تاریخ تولد با تاریخ صدور شناسنامه معمولا یکی نیست، یا یه روز عقب‌تر یه روز جلوتر، بستگی داره که شناسنامه صادر شده باشه. پس حتما برای تاریخ صدور شناسنامه توی صفحه مشخصات شناسنامه‌تون از اونجا تاریخ تنظیم سند رو ببینید. کد ملی هم که هست، شماره شناسنامه، اگه شماره شناسنامه دارید همون رو وارد کنید اسم شناسنامه. اگر هم شماره شناسنامه ندارید معمولا همون کد ملیتون میشه، کد ملی رو وارد کنید. حالا ما اینجا شماره شناسنامه رو وارد می‌کنیم. محل تولد، استان محل تولدتون و شهر محل تولد، استان محل صدور شناسنامه، شهر محل صدور شناسنامه، استان محل سکونت، جایی که ساکن هستین رو وارد می‌کنید، شهر محل سکونتتون، شماره موبایل خودتون رو وارد می‌کنید. اصلا شماره موبایلی باشه که فعال باشه و به اسم خودتون باشه. شماره تلفن ثابت خونتون هم یا محل کار فرق نداره، هر کدوم وارد کردید. با پیش شماره شهرتون باشه. خب کد پستی هم که کد پستی منزلتون رو وارد میکنید. معمولا رو قبضای تلفن، قبض برق، اینا کد پستی زده. اگه نزده بودم که از اداره پست میتونید کد پستیتون رو بگیرید. اسم خیابون، پلاکتون هم وارد میکنید. اگه پلاک نداشتین یک بذارید مثل من. کد منطقه هم معمولا تو شهرهای دیگه یکه. تو منطقه های تهران هم که از کد 1 داریم تا 22 تا منطقه است معمولا تو تهران. شما بسته به منطقه‌تون همون کد رو وارد میکنید، ولی اگه سایر شهرها زندگی میکنید یک بذارید. حالا آدرس کاملتون رو وارد میکنید.
در اینجا باید برای خودتون یه رمز عبور انتخاب کنید. رمز عبور از حروف انگلیسی بزرگ و کوچک تشکیل شده باشه و حالا توش میتونید 2-3 تا عددی هم باشه که یکم رمزتون سخت‌تر باشه. خب در اینجا مجموعه 2 عدد رو وارد میکنید و ثبت نام رو میزنید. کپچه بارش رو سعی نباشد. دوباره مجموعه 2 عدد ثبت نام. خب ثبت نام انجام شد. حالا یک کد برای شماره‌تون میاد، شماره‌ای که بهشون دادید و اون کد رو باید اینجا وارد کنید. تایید رو میزنید. خب ثبت نام با موفقیت انجام شد. لطفاً وارد سامانه بشید. خب کد ملیتون رو که وارد میکنید این بالا. رمزی هم که انتخاب کرده بودید وارد میکنید. حتما به کوچیکی و بزرگی رمزتون دقت کنید دوستان. حروفش رو همون جوری که قبلا وارد کردیم وارد کنید. دریافت کد رو میزنید. دوباره یک کد 6 رقمی براتون میاد. اون کد رو وارد میکنید. و روی گزینه ورود میزنید. شما وارد سامانه شدید. حالا میتونید که درخواست خودرو رو انجام بدید. روی این 3 خط بالا میزنید و خودروها این جانب متوازی طرح عادی رو میزنید. حالا بازم داره طرح‌های حمایت از خانواده و جمعیت، طرح فرسوده. حالا ما طرح عادی رو میزنیم. اینجا دیگه خودروها رو بهتون نمایش میده. شما بسته به درخواست خودتون هر مدلی رو که خواستین انتخاب میکنید، چه طرح پیش فروش باشه، چه طرح فروش فوق‌العاده و یا طرح فوری. طرح فوری معمولا 30 روزه تحویل میدن و پولش رو باید اول پرداخت کنید کامل. طرح‌های فوق‌العاده 3 ماهه هستش و شما نصف مبلغ رو وارد میکنید، پرداخت میکنید به قولن و بقیه مبلغ هم موقع تحویل به قیمت روز. طرح پیش فروش هم که میدونید دیگه بالای 8 ماه 9 ماه تا 1 سال هم زمان میبره تا بهتون تحویل بدن. این هم که مراحل پرداختش فرق میکنه با بقیه. خب حالا ما اینجا طرح فوری رو انتخاب میکنیم. اگه میخوایم برای فروش امتیاز انجام بدین حتما طرح فوری باشه بهتره و اینکه یا خودرو تارا باشه یا هم که خودروی دنا پلاس. حالا ما اینجا همون تارا رو انتخاب میکنیم. تارا با گیربکس 6 سرعته. یا تارا اتوماتیک اگه داشته باشه بهتر. تارا اتوماتیک فوری. ثبت درخواست طرح میزنیم. خب اینجا مشخصات خودتون، مشخصات خود رو بهتون نمایش میده و کافیه تیک این گزینه ها رو هم بزنید و ثبت نهایی درخواست. خب سفارش شما ثبت شد.
حالا میتونید از حساب کاربری قسمت جزئیات سفارشی که انتخاب کردید رو ببینید. اگه خواستید حذفش کنید یا کنسلش کنید میتونید روی گزینه حذف سفارش بزنید و خودروی دیگه ای انتخاب کنید یا تو طرح دیگه شرکت کنید. این بستگی به خودتون داره. تا اینجا ثبت نام ما تکمیل شد و پایان آموزش ما. امیدوارم مفید بوده باشه و برای آموزش های بیشتر وارد چنل ما بشید و ما رو سابسکرایب و فالو کنید.